متاسفانه امروز پلیس شهر ترانسپورتیشن های از ما اجازه ندادن که از اقامتگاه از ما که بیش از 30 کیلومتر از مرکز شهر دور هستیم اجازه ندادن که به توسط ترانسپورتیشن در مرکز شهر بریم دادخواهی در پیش دفتر سازمان یونیسیار داشته باشیم. امیگریشن و پلیس و سدکس تمام اینا دست به کی کردن، ترانسپورتیشن ما رو بند کردن، گفتم مربوط به ولایت تنجم پینان میشه. ما در ولایت بینتن که بیش از 30 کیلومتر دورتر از شهر تنجم پینان است سکونت داریم. دیگه ما مجبور شدیم که مثل دفعه قبل که در یک اوایل تظاهرات این کار صورت گرفته بود، ما همین مسیر را این بار پیاده به سوی شهر حرکت میکنیم. این پیاده روی تقریبا تا ساعت 6 عصر طول میکشه تا ما در اون مسیر برسیم. این زمیال پیاده روی آغاز شده، چند دقیقه میشن تا ساعت 6 عصر ان شاء الله ما در مسیر میرسیم و شب هم تصمیم داریم که در اونجا بمانیم.